پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن با برکت ترین زن زنی است که خرجش، تکلفش، مهرش کم باشه. این با برکت ترین زنه. پدرم برای دخترت قیمت نگذار که برکت از دخترت و نوهات و دامادت و خودت میره. اگر میخوای برای دخترت قیمت بذارید، به جوونی که آمد خواستگاری بگو مهریش ایمان تو و اخلاق تو. ان جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. یعنی مشکل اینه که میگیم اول سکه ها و رسید بانک تو پرینتت بیار، چقدر تو حساب داری. یه جوونی تعریف میکرد، میگه رفتم خواستگاری، فکر میکردم در جا به من زن میدن، خیلی مطمئن بودم. دیگه شروع کرد، چون نه یک نخ سیگار کشیدم، نه لب به مشروب زدم، اهل کارم هستم، درست درآمدی ندارم، خیلی مؤمن هستم، نمازم فوت نشده، اذیت و آزار به هیچ احدی از کودکی تا الان نرسوندم، خانواده‌ام هم یه خانواده متواضع سالم. مادرم هم همیشه به میگو پسرم هر کدوم میخوای دست روش بذار برات میگیرم. ما هم دلمون خوش کردیم که مادر گفته این دخترای هر کدوم دست بذاری برات میگیرم. دیگه رفتیم نشستیم، فکر کردم سوال میکنه پسرم نمازات فوت که نشده؟ نه، من میخوام دخترم بهت بدم. سیگار که تو زندگیت نکشیدی، لب به شراب نزدید، کارم که داری میکنید. دیگه متاسفانه این 4 تا جوابی که من آماده کرده بودم، فکر میکردم 20 میگیرم، هیچ تا نشد. خانه داری، ماشین داری، سرمایه چه داری؟ همینا. بعد بهم گفتن تو پول نداری میخوای زن بگیری، ماشین نداری، خونه نداری میخوای زن بگیری؟ میگه زن مفتیه؟ میگه مادرم اینقدر شرمندم شد، نگاه تو صورتم میکرد، منی که فکر میکردم 20 میگیرم در جا به من زن میدن. میگه اینجا 0 آوردن. به مادرم گفتم بلند شو مادر بریم. همین جوان ولی یک زن خوب گیرش آمد. به یکی از اهل مسجد صحبت کرده بود که من زنی میخوام که قرآن یادم بده، قرآن رو با تجوید یادم بده. الان پسرش 4 جز حفظه. بالاخره زن گیرش آمد. به سرمایه های پایدار توجه بکنیم. همه نعمت های خداوند رشد و توان ایجاد میکنه، چون خداوند بندگانش رو دوست داره. در این دوستی شک نکنید. در دوستی خداوند نسبت به خودمون شک نکنیم، در دوستی خودمون نسبت به خداوند شک بکنیم. با معصیت خدا خودتو قوی نکن که قوی نخواهید شد. من یتق الله یجعل له مخرجا ان تنصر الله ینصرکم.